تعطیله خانم، تعطیله. شوش حرف مفردی توش تعطیله. بیا خانم داخل، در خدمته. بفرمایید. چی رو در خدمتتون؟ اوسا گفته وقتی نیست ماشین مدل بالا قبول نکنیم. برگرد خانم، برگرد. بس نه خانم بس. حال ایسا چیز گفته بره خودش گفته. خانم کاپوت چه بزن؟ متخصصم همین تویتاست. تخصص تویتاست همو؟ تگری نزنی، این بنزه. کلید کاپوتش. خب چه فرق داره بنز با تویتا؟ دیگه براتو چه فرقی داره ماشین چی باشه؟ در هر صورت گن میزنه. کی گن بیزیم؟ همین هفته پیشش یان روغن ریختی تو رادیاتش، یادت نیست؟ بو موچی که در رادیاتش با در موتورش نزدیک هم هستن چی بس می‌دی؟ جوادشا رو بیار. بیارو. مالک جان شما بزرگی آقایی سرگلی من خواهد نمیگی ما جنوبی خونگرمه یک جیر رفتار کنی بند خدا فکر کنه ما رئیسم باز جبران منو برات. خب هر چی پول ازی گرفتیم مالمونه. قبول؟ قبول سگ چیزه دهن دیار خیلی آقای کارم بار گام را چهار برده بیار دیگه استیامون گام را بدو. چاش رئیس. شاگردای قدیم. شما خانم کاپوت بز بالا. اینجاست اینجا. مشکلش چیست؟ من این ماشین رو جدید گرفتم، نمیدونم چرا بوقش کار نمیکنه. خب این سدی 99 از مهدش است. خوب جای امیایی. این مال 3 سود براتا درستش مونم. این فقط مالک الان میام. سر بودو بیا بالا. یک لحظه الان. بودو خانم منتظر دیگه بودو. بله اوستا. اینا کاپوتاش اسکوش وامره. چی داره کاپوتش چجوری وا میشه؟ بار ببینم چال. چی شد پس؟ میگه یکم کار داره. خب یک نیم ساعت طول مکشه تا ما کاربرات چه بخوایم تمیز کنیم. نه شما این کار داره بره انجام بده بعد بیایه. اتفاقا منم یه ذره خرید دارم. خب پس میرم برمیگردم. بفرمایید. نه با ماشین میخواد بره. آره دیگه رام دوره. خب میخوایم تعمیرش کنیم ما. آره بوق پس من خودم میرم. بفرمایید. 3 ماه تعطیلی است. قربان شم. یه دیگه خونوک. چه داد مزنی؟ خب میدونی ولی متخصصم تویتاست. ببین استاد هیبت با این حساب کتابی که من اینجا سرجم کردم با همین گگونوشابه‌ای که داری میخوری 75 تومن ناقابل. چی خبره مگه؟ ما چند تا کیک نوشابه خوردم؟ هر 2 روزی که یک بار خودت میای درسته؟ خب روز 2 مرتبه مون شاگردات دارن میان. روز 2 مرتبه میان اینجا کیک نوشابه میخورن؟ بله تعجب داره. تو هم بهشون میدی؟ دستت درد نکنه. مگه خودت نیامدی اینجا سفارشونو کردی؟ خودی هر چی آمدن خوردن پای من. یادت رفته؟ کارت بخوره بوشی کم میشم. مالک بران هر چی دگمه داشت ما بزنیم. این اصلا کاپوتش وا نماره. چی کار کردی بوق زد؟ بوق بخور. نمیدونم دستم خورد به این دوباره بوق خورد. شنفتو میاره. این اصلا بوقشی بغل نیست. دیمین فرمونشه. چرا چرت میگی؟ مگه میشه وسط فرمون بوق باشه؟ بیا. خاک به سرت مصطفی. یه ساعت خومون الله فی کردیم. الله فی چیشی بس بیای پولشه میگیره. این که شکست صورته. ما کاری نکردیم بخوای پول بگیری. تو بدنم کار نکردم. او که نمیدونه که بعدشون بوقش یافت کردیم. تشخیص مهمتر از درمانه. پاشه اومد. ایستا. نه خانم. ماشینم آماده شد. بله بفرمایید ما توضیح بهتون که چی کارهای انجام رفته. بله. بوقتا رو که برات جابجا کردیم درست کردیم بعد بله. این کاربرات چون یکم کثیف بی. بله. دیگه کاربرات رو تمیز کردیم ازم ری کاپوت. بله. گفتم دیگه کاپوت وا نره. آماده است. مرسی. چقدر تقدیم کنم؟ این یک جابجایی بوق داشته 20 تومن الان بیچاره 10 تومن دیگه جابجایی کاربراتشون از ری کاپوت 4 تا کلا 120 تومن قابلتون نداره. فکر نمی‌کنین یکم گرون شده؟ یکم تخفیف بدین دیگه اوستا. با مو بی اوستا. آره ماشاءالله چقدر بهتون میاد. تخفیف فقط 110. هیچی نماره کلا رایگان. ما کلا خدمات ما رایگانه. قربان شما. خدافظ اوستا. خدا نگهدار تا زحمت دادیم خواهش اوستا. می‌کنم. وظیفه این چند وظیفه. قربان شما. بفرمایید. چطورالی کجا تخفیف جزئی بود؟
برار گفت تو بی بنده خدا گناه داره. یعنی خدا رو شکر برای ویدیوها مشتری خانوم نداریم. راجب مو چی فکر کرده این نمیفهمی؟ مو داشتم به این فکر میکردم که این پوله مشکل شرعی داره، حرام است. باور کن دخترم مو بیری ببینم مثلا سلامش نمونم. دست شما در نکنه. قربان شما خیلی لطف کردم اینجا. قربان شما بگو بیست و امان خدا. قربان شما. اوستا اونی که پشت سر ماشین میریزن آب نه روغن. حالا سری روغن ها رو تمیز کن یالا. بگو پوستا کجا میری بیا با دستمال. بابا گفت پوستا مالک دی چی جور گفت پوستا چیلی با کجا داری میری بیا مونه روغن ها رو خودت ریختی اونجا یالا برو تمیزش. مصطفی این ویدیو هم که دیدی مثل قبلی ها خراب بود کار نمی‌کرد. چند بار بهت بگم آدرس اینجا رو برای تحویل ویدیو به کسی نده. خب دیگه برو تو خوب درست که تپ کله ما مزنی چشمام آخر ضعیف مره. خب راست میگه دیگه مگه چند بار به تو گفته ایم برای تعبیر ویدیو در مغازه ما نیا. ببینم میتونی بعد وقتمو کنی؟ شلوغش نکن اول درستش کنم. بیا بریم تا درست. میری روغن ها رو بگیر تمیز کن. مگه چند نفرم بگی خواهد تمیز کن دیگه. بیا بریم. داداش من هر موقع تو ویدیو گرفتم همین آشغاله اونا رو بذارم ما خالی می‌کنیم بشیم شو ببینیم می‌بینیم. دبن نرد جدی شو نکن. این 100 بار مشکل از ویدیوهای ما نیست، از دستگاه خاطه، از هدیش است. تکرار کن. از هدش چیکار کنم درست شه. عوض که چندی تخمه مخری عقلت به کار بنداز. یک کاغذ بردار خیسش کو با چوس بکنار هد هم چرخه هد تمیز بره. بار آخر تو میشه بری تحویل ویدیو می دردی کن ما اینجا هیچ کی نمیدونه ما داریم چیکار مونو. برا این شعله‌ای که به ما دادی تکراری بوده. این دیگه چون خیلی با هم رفقه مدن چیش کدوم میگه که تاش عربی داشت هندی بود 10 دقیقه همیشه نداد. حال با همون 10 دقیقه کار دارم. نگاه یک کار دیگه کو هفته دیگه یک کار برام میاد ازم اولش تایشه ازم مو تاش یعنی مگذری من دسکان تام تایشه بارا ما خودم خبرت منم دیگه یادت نره خبر بدی. منم از همون تهش میخوام. تو دیگه پوری نرو برو هدیش درست کو بدو دیدی فیلمای موم عیب نگذر از هدیش است بخوای برو یکی نه برو از هدیش برو کیچه هدایت همو بره برو کن برو کیچه هدایت همو بر کیچه سمت راست کیچه هدایت بره. مردم اصلا مگه مرض دیری مگه اینجا کوچه هدایت داری مردم سر کار میذاری. سلام صبح بخیر بس افتو بزن ایستا بعد غرغرات شروع. سلامو بخیز بیا داخل کارت دارم. خیره چه خیره نیست بخیز بیا کارت دارم. بله با تو بیا تو. خجالت هم خوب چیزیه. خوبه بهتون گفتم وقتی ضعف کردن برین یک دونه کیک بخورین. حالا شما هر روزی 2 بار میرین کیک نوشابه بخورین. دیگه شلوغش نکن دیگه ایستا جمعه که نمیره. ملت سرمون نذارین. جمعه نیستین که نمیره. بعدش هم کی به شما گفته صبح برین کاظم جگرکی ظهر برین فریکسیف؟ آقا مالک سیره نگاه کو چرا لاف میزنی ما کی گفتم ببند دهنت که همه آتیش از گور تو بلند میشه. با شما آقا مالک مصطفی کیه اینجا؟ با شخص شخیص خودتون. حالا یک سوال ازتون میپرسم راستش بگین. کاریتون هم ندارم فقط میخوام برم حساب دفتریشو ببندم. شماها شبا کجا میرین؟ دیگه مدن ایستا شب استقامت غذای صبح بخورم با مالک دیتایی میریم دورمون میدونه یک رستوران از 4-5 ستاره داره اونجا میریم یک ماهیچه یک لقمه نون چلو گوشته چیزه. وای یو شوخی کردم. ببند دهنتو. مگه ما هم وزن تویم هم سن و سال تویم هم قد تویم اصلا بین ما و شما دوتا چه وجه اشتراکی وجود داره که با ما شوخی میکنه؟ ببخشید استا شرمنده. الان میخوام برم جایی کار دارم برگشتم این سیلند تمیز شده بشه مرتب تعمیر شده تا اطلاع ثانوی هیچ جا حساب دفتری باد نمیکنه. فقط یک چیز نمیشه بریم یک دونه دیگه کیک نوشابه بگیریم دیتای خودم. مصطفی جان میبندی یا ببندم؟ فکر کنم ببندم بهتر بشه. چش حساب نم. سیلندر یاد تا نرا جمعش بکنیم. مالک باور کو دیروز زور نوشابه که داشتم می‌خوردم اصلا نوشابه خودش داشت به ما میگفت مو آخریشون کاش دیتم خوردم دیروز مو تا 4 تا دیگه جا داشت. چرا چرت میگی پاشو بیا بریم سیلند تمیزش کنیم که لاقل برمیگرده بیا ببینه یه کاری رو تمومش کردیم یک کمی آروم بشه. پاشو اینجور احمال که آتشش خیلی پره. باور کو اگه حساب حسن بستنی رو بفهمه اصلا سکته منه. بریم سیلند تمیز کنیم. بخیر
مو ساعت 4 یک گرگه بعد ویدیو بهش بتوم مو مرم تو خواهی سیلنده درستش کن. کجا اما تنهایی نمیتونم، بیا کمک کن. بعدش مو چند نفرم تمیز که خواهد دیگه. اوی صفا نفت نمیخوام بابا، غرغر نکن. احمد آقای نفتی؟ آقا مصطفی این چه وضع اومدنه؟ نفتی احمد آقا. میدونی که ایدیت نفتی با هم فرق داره؟ بله، نفتی اول شغل ماست، نفتی دوم یعنی نیفتی. ایول داری سبزواری یاد میگیری یا انقدر که روزا از اینجا رد میشی مطلق به ما میندازی. میگم تا نصف تهران سبزواری نگنم ول نمون. کار کاسبی چجوره؟ مثل خوده. خوبه؟ مزخرف. بله. یعنی خسته شدم از این شغل آقا مصطفی. میخوام شغلمو عوض کنم. چه شغل بزنی؟ مصبندی. سخت نیست سه داره. نه بابا بهتر از اینه که بشینی قرقرای مردم رو گوش کنی که. آقا نفنی آمد. بیا. این خالیه. نفت بیاد میبینی دیگه. دیگه. به ما که رسید تمام رفتگا. بخور هدیه کلا. قرار بخور چیزی خب راست میگه دیگه نفت نمیاد دیگه چی جور نفس کوش بیاره. اصلا تو خود اینجا چیکار می‌کنی؟ ما همسایه شویم درم حالشون پرسم. الان میگی حالش 2 دقیقه دیگه نگاه کن گالو نموبری نفت. باره بابا کی نفت خواست. نگاه کن چی تو دخانه تو چای نفت نمیزنی. مگه میشه؟ عموی مو دست سبزوار که تزا خیلی از نفت دارن. خب 15 متر ورکند به نفت رسی عمال خادش با خانومش دیتایی دارن استخراج منن مفرشن حالشون. برو آقا مصطفی اینجا 10 متر بکنی رسیدی به آب. خب موقع نیار مکشی بالا قباس مفرستی ادامه شو کنه. ول کن همون ماسبندی رو میزنم برای من بهتر. ولی به نظر ما تو فقط به درد نفت مخری میدونی بری چی بره که نگاه نفت گالون گازوئیل اینا هیچ کدوم سه نداره، اما ماسبندی برای ماست بعد ماست سرشی رو میخواد چیکار کنی؟ برو آقا جان برو مزاحم نشو. مالک مالک برار بیا بالا بدبخت. چی میگی؟ بیا بالا بدبخت. کار دارم بابا چی؟ مالک برار برفتم این جلو در خانه ویدیو رو بتوم ویدیو با کمیته ها برخته بیان میخواستن به سی جی ها رو بگیره. چی؟ ها؟ چی میگی؟ ویدیو نمیفهمی لو رفته. کی لو داده؟ چی میدنم؟ ببین اون مشتری جدیدت کی بود؟ نه او آدم مطمئن نبی اون رو قبلا دیمین محل دیابیوم. کجا دیده بودی؟ دیابیوم دیگه دیمین پایگاه محل دیابیومش پایگاه بسیج. اوی مصطفی بدبخت بو کردی. خب اما با خودت نمیگی چرا یه بسیجی باید بیاد اما فیلم ویدیو کرایه کنه؟ ای مو اول با خودم گفتم شاید اونام هو نگو نه بدبخت شدیم مصطفی. نه یعنی بدبخت نرفتیم نگرفتیم ما که 4-5 روز اینجا تو خوب مره یک کم دیگه خلوت رو بعد برم خانه. حالا واقعا فکر میکنی نمیتونن بیان اینجا پیدا بکنن تا شب نشده میریزن؟ هیچ که دیمین محل نمیدونم محل کار ما کجاست. احمد نفتی بدونه همه عالم میدونه. احمد نفتی از احمد نفتی دیگه دنسفتر نیست از این دیوارگاه صدا به در رو به وسایلتون سریع جمع کنید باهاتون کار دارم با جفتتونم. خب پس احمد نفتی خیلی دلقه. شاید چیز دیگه ای باشه. کجا میدونی؟ استاد میخوای اخراج بکنی؟ واسه حساب کتاب دفتریتون؟ نه بابا. دی گفتم از این دیوارگاه صدا به در رو به از احمد نفتی صدا به در در خسته نباشید. سلام. سلام علیک چطوری؟ به ما اطلاع دادن تو این محل ویدیو اجاره میدن، شما اطلاعی از این موضوع ندارید؟ نه ما چیزی نشنیدیم تا حالا. خبری شد به بچه‌ها ما اطلاع حتما بدید. گفتید حتما. به امان خدا. مصطفی رفت بیا. مالک احمد خیلی دلقه. ما الان پایگاه بسیج بودم. میخوام داوطلب برو منطقه بره تعمیر ماشین جنگی. شما اگه دوست داره با ما بیان، اگه نه برو خانه هاتون برگشتون بهتون خبر میدم. فکراتون هم بکنین سریع با ما خبر بده، چون که بعد اسمای نتتون رو رد کنم. سریع. ببینونه. نه اصلا فکر بدی نیست. بیا باهاش بریم یک ماهی وای میستیم. خورد و خوراک و جا خوابمونم که با اوناست. توی وضعیت هیچ اهمتر از منطقه نیست. حرف مف مزدی مالک. منطقه کجیش امنه؟ احمق استاد میخواد تا پشت خط بره. مطمئن باش برای تعمیر ماشینه فقط. یعنی پشت خط تیر و خمپاره اینا نیست؟ نه ولی معلومه که نیست. بریم. ما بموندم با 30 عراقی خیلی اینا.
گفتم چیکار کنم چیکار نکنم ریمی بره کردم فکر منه چیش بی چی بود؟ نه باقی چیش بی یک تانگگایه یک کنار خب کردم راننده تانکه که پیاده رفت به پریون پشت تانکه نه گلوله داشت نه توپ داشت گفتم باید چیکار کنم شقلب رفتم سمت عراقیه دستی رو کشیم با لوله تانک بزنیم پس کله عراقیه کلاش 50 متر پرد رفته میدون و طرفتم کلاه یارو رو برداشتم فکر منه دیمین کلاه چیش بی نه باقی چیش بی کله یارو پله رفته بی پله کلش دیمین کلاه بی چی حرفی میزنی تو؟ یه همه خالی بستی کجای دنیا رو گرفتی؟ تو خور استا بباشید خور این ایستای ما یک همواز پارتی داره قرصاش که نمخورن قیتیم اصلا یادش نیست ما حواس پرتی دارم تو حافظه ما زموزه دامو خواسته تو تعمیرهای ماشین سنگین هیچ گیرو دست ما نیستش نکس برو جلو بدو جلو کجاست تو؟ برو اون جلو نمیخوام ریختیتی ببینم برو رو حساب ما نرو بدو اون جلو میانگین سنیش خیلی بالاست ما اینجا هست سخت برو جلو دیگه بگی او بخار سکته نگنی ای که آب نداره داداش اگه آب بیرید برم ما هر چی آب بود خورد بار اول تا استرم یه منطقه بله من بار اولم سیاره یادش خیرش کنم من فکر کنم 10-12 سال پیش با بیچه ها بار اول که داشتم من این منطقه چه روزایی تو چه عملیاتی بودید شما؟ اون عملیات زیاد بیایم والفجر 1-2 دیگه نمیدونم تا چند بیاد اسم عملیات بگو تا بگم بیایم یا نه مثلا مرسا آشناس میدونی زیاد اسمش برام مهم نبیاد مهم حضور بیاد اسم چی چیز شما؟ من سجاد هستم آقا سجاد من مصطفی خیلی خوشحال آقا مصطفی اونجا کار چیزی داشتی بخوادم بگم اون نصف فرماندار رفقامه بعد رسیم اونجا مصبرم یک جای امن بگذاریم دیمین یک آشپزخانه چیزی که خطر نداشته باشه دستتون درد نکنه ولی من امشب دارم میرم جلو شما نمیاد مگه؟ نه ما کار داریم ما تعمیرات داریم بره بری دعا میخنی کاریت نره فکر کنم شما بار اول توست نه آقا اگه خدا قبول کنه نمیدونه کی نارمته انشالله بعد فریضه چند کیلومتر دیگه راست تا فریضه؟ منظورم فریضه نماز چون یک روستای اینجا هست به اسم فریضه ما زیاد چون میره منطقه اینجا درمت ناره فرمانده میدونی فکر کنم زیاد کاربلد نیست او صبحانه شو یک چندی نون بداین اصلا هیچ جای دل ما نگرفت این از نهار شو خودشون بیقن دیمین توی تا نشستن زیری باد و کولر قصه مخرج جوز مخرج عشق کنن برسم اونجا عوض کنم حاج محمود رسولم بگو فرمانده اتوبوس بله 25 نفر رسیدیم پایگاه صحبت اتفاقا او فرماندهی که گفتم که ای لشکر صاحب زمان آماده باش ای لشکر صاحب زمان آماده باش بلند بگو ای لشکر ببخشید بلند بگو خدا قبول کنه خوش اومد فرمانده که گفتم یک فرمانده دیگه بیا یا علی تماس مصطفی بله مصطفی بله این ماشینه میگم از شمش نمیشه بشه چی؟ میگم از شمش نمیشه بشه نه از هدش مصطفی نه از شمش نمیشه بشه چی میدونم من یاد دارم میدونم یاد نداری خواستم بدونم که این روغنش عوض کردی یا نکردی؟ مالک روغنش عوض کردی یا نه؟ مصطفی جان روغنش عوض کردی؟ مالک روغنش عوض کردی؟ مصطفی داری پیرم میکنی
یک ما قرار اینجا بشیم، یک عمرم تو تهران بعد بشه. چرا ما هر کاری که به تو بسپارم به مالک میگی؟ بره که مسئول کارهای بیخودی آقای مالکه. تو هر چی کار میگی همش بیخودی است. این وانه منم. سلام. حاج سلامتی فرمانده سلامت بفرست. السلام استاد. یکی از لودرامون تو جاده خراب شده، بچه‌ها هرچی دست رسوندن نتونستن درستش بکنن. فقط دست خودتون میبوسه. بریم استاد. نوکر تو بریم. قربان شما قربان شما. برگشت همین موتور تمیز می‌کنی. چش. هوای فرمانده رو داشته باشید. تمیز کن مالا گیره تا مو بیاد. تمیز کنی ها. اینو بالشش تکون بده. برای اصلا از بالش نیست. این ناسش مورد داره. قطعم نمیشه. بس یک کار. چیکار میخواد؟ یا خدا. چی شد؟ چی شده؟ ایسا خوب بودیم فکر کردم خمپاره عویزین ببخشه شرمنده. خمپاره کجا بودیم موقع شب؟ شرمنده بیارم بخواد. ایش سردرد شده. چی بهتر؟ نه میگم بهتر که خمپاره نزن. تو خورا. هم نه بخور. مالک بلند شو برو قرص بریم پیدا کن. میارم. مصطفی بله. تو برو آب بیار. دخوره بابا دخوره. دخوره چیه دیگه؟ چی میگی برو خودت؟ ما الان سردرد شدم دیگه، مگه میتونم بخوابم؟ مالک برار تو دیگه خور نکن دیگه. ولی مالک. وای چطور جوریه؟ یعنی گفت مالک قمقمه رو بته. چیکار کنی؟ بته. آب نریزی روش قاطی نه میکنه. برا شورم بگو میخوای چیکار کنی؟ خاطر بزن دخور. خاطر بزن دخور. اوی مصطفی مالک یک چیزی خورد تو سر. عیب نداره ایستا دخوره. بلند شو برخوشن کن. چیش میگی ایستا؟ یک چیزی خورد تو سر. ایستا و بخته که که بینید چی چیز او افتیاد دید دخوره. بخته کجا بوده اینجا؟ خیالاتی رو چی میگی برای خودت احمد؟ تو چطور میخواد؟ مالک بلند شو برخوشن کن. با قدم نمیرس. مصطفی قربون قدت همون برخوشن کن. دخوره. ما اگه قدم میرسیم منت تو رو که نمیکشیدم که. عیب نداره دخوره دیگه ما الان 2 بار از خواب بلند شد. درد شدم. وای. فایده نداره. نمیشه. مالک یک کلاه شدیم این سنگر بی پیداش منی؟ واضح بکن ناموسن گناه داره. یک تیر مزدم ده پاش میگم خمپاره بزیه این ترکیشاش بگیرست. وی خمپاره کجا بودم و بعدش هم ما میخوام یک ماه کناری بخوابیم. مگه میشه هر شب تیر بزنیم توی پاش؟ خب میخوای یک دونه ده کلش بزنیم. نه پاشو بیا بریم عقب همین آمبولانس بخوابیم پتوتو بردار. ای بابا باش شاید دگمه داره. بیا بریم گناه داره. شما کی اینجا؟ ما کیه؟ ما رو میدیدی؟ ما شاگرده او سیبتم دیشب چندی خورخور میکرد شام اینجا دخور رفتم. بعد من تو 20 چی نیستی بچه آمبولانس بریشه کش دلی مبری. من دارم میرم خط مقدم. خط مقدم؟ همیشه بشین من برم مجروحه رو بیارم الان میرم. بار آقا ما مواظب آمبولانس هستم. مصطفی بشین پشت فرمون بریم. سریع بشین پشت ماشین. باز تو چند آدم بی خودی طفل اون مجروحه رو دیدی لختش کنه بابا. خمپاره بزن. خدایا دقیقا شوندم نمونم فقط شعله انداختم خدا. ماشین
گوش رو ماشین نیست را با خودش مرده اقا چرا نگو پاچه بیا بریم گوش بیا بره بریم الان خود پاره میزنم ماشین منفجر میشه خب گوش بره بیا بریم یه سنگری پیدا میکنیم مالک اینا جدی داره تیر بزنن مالک یاسر رسول این چیش میگه یه دونه جواب بده ببین چی میگه الو جان یاسر رسول جان حاج رسول خط شکستن اینوها رو برگردونین عقب بدبخت شده مصطفی هممون شهید میشیم شلوغش نکن کدوم خطی میگه همان خطی که ما دیمینیشه حاج رسول کلاغا دارن میان سمت شما دستشون هم پره کلاخ چیز میگم همین خطی که ما دیمینیشه میگیم خیلی نه حاج رسول صدات مفهوم نیست شاید از هدش تیمیز چطور حال تو هر چیزی میشه میگه از هدش کجا بود دیبداد نگو شاید سبزواریش زید آقا یاسر کدوم خط رو میگی بیشکستن؟ خط شکستن یعنی الان همه عراقی ها میریزن بیچاره هم فکر کنن نرزن اینجه؟ اینجه حاج رسول حاجی صدامو داری؟ آقا یاسر ندارم صدا بیا از اینجا بریم بیرون بوش برم برن ندیست اینجا آمبولانسی برداشت بیا با یه چیزی میریم بیا آمبولانس نیست بیا آقا یاسر ما رفت مالک کاری مگه چوبا بده دیگه الان این تو هایی که گفتم نشنیدی ببین مالک چی نمیشنم الان نمیفهمی چی میگم خب ببین نگاه کن اینجور کن الان صدا بود یه لحظه موقع میگفت چی موتور از صدا نمانده الان همین چی خوب نگاه کن اصلا ما میگم که این باز همون جور رفتم مالک سر کاره کپاش یه خونه چی این مرغا کلت ایجوری جور منی درم میگم مطمئن مزممی رابی وقتی تو اینجوری مطمئنی ما بیشتر میترسیم یک چیز مزدوم ده سیرته تا خب نگاه کن معلومه دیگه وقتی خورشیدی بره شرقی بره چی نمیفهمی مالک درم میگم مو چشمام وا کردون دیوم آمبولانس ازم همین راه همه بو بر خیلی خب پاشو بریم پاشو همین بر بیا بریم بولی مطمئنی نه هیچی بره مالک هر کی بپرسی نمیگی ما فرار کرده میگیم ما یک عقب نشینی تاکتیکی دی نفره بیزیه اصلا کی میدونه ما کجا بودیم همه محمد نفتی مدنه همه دنیا مدنه محمد نفتی کجا بوده چرا چرت میگی اصلا قطعی کرده ایم تا حال این عدد انفجار از نزدیک ندیابی ولی مصطفی خمونی ما که فرار کردیم ولی اونایی که اونجا بودن چه دلی دارن ما باور کو دل داره پستگر نمیگم دیگه ما فرار نکرده باریکلا این ماشین اینجا چیکار میکنه فرار ماشین است دیگه چرا من واسطاده چرا حرکت میکنه فرار یه غم بیچای خود مایه سرکن ببینم یا داره اینا کیان مالک بیزیه انشا اوی مصطفی اینا عراقی هن ای مالک اینا باسیم بیایی هست اینا عراقی هن خوب بیزین تیرت پرشا کرده اینا نگاه کن ولک بیا ما میگم بیا ماشینشون رو ببریم دست خالی هم بر نگردیم چی گفتی؟ ایوان یک عقب نشینی تاکتیکی پیروزمندانه کجی باشارم بگید بگید چیز بخور یک چیزی نداره بگی عربی نمیشتر بخو ببین کپن نفت نمیشه برم بگیرم این که سیگاره اکبر سر سیگار مکشی پیارت میدنستن وای مصطفی اینا فرمانده های جدید پایگاه اینالفهدن همین دیروز هم فرمانده ایشون اومده خوبه دیگه همون جان به فرمانده نرسی چرا چی؟ مالک اوی مالک چی میگی؟ بیچه های ما دست خیلی جنگ منن اینا چی تجهیزاتا دارن
از اینجا داره عراق نشون مته. چرا چرت میگی؟ باز عین دورایی بام بحث کو. درم میبینم دیگه بیا نگاه کن. کو ببینم. داشبوردش وانه مرایی. اوی چطور حال؟ اونجا پایگاه اینالفهده. پاک به سرت دیدی گفتی مسیر درست اومدی؟ مسیر اشتباهی اومدی. چیش رفت؟ اونجا پایگاه اینالفهده که این دوتا هم فرمانده شونن. یعنی همال ما میایم ده خاک عراق. بله داریم بریم خاک عراق. کوبت دوربینه بته. بگی. اشتباه نگاه کن. برار او شاید یک اصلا نداره. ای ورک عراقه. ای مالک. مالک. نه خبرم بیچادرن میان. و دهن کاگل بگیر مصطفی. برار بینو دیگه. سه تا دارم ماشین میاد بیا نگاه کن. نه بیچادرن میان. وای مصطفی بدبخت شدیم. بقیه سه تا ماشینم که عراقی هم دارم میرم برم پایگاهش. برار چی شلوغش کرده ای؟ اون دورایه رو ما اشتباه گفتم هم اینجا. اینا که دیگه تقصیر ما نیست. اینا خود شدرن برن پایگاهشا. حالا میدونی سه تا ماشین بیاد دو تا ایرانی رو کنار فرماندهاشون ببینن چیکارمون میکنن؟ یعنی چی خاطر بای بیدیایی؟ مگه اینا شاهد دارن که ایدیتار ما بیزیاییم؟ کو شاهد؟ کو مدرک؟ چیزی که بلنده دیوار آشاست. دیوار آشا بلنده. دو تا ایرانی وسط خاک عراق. اصلا چرا با تو دارم بحث میکنم نمیدونم. مو چی دارم با این بحث کنم؟ بس بیایه. بس اصلا میگم تو بیزیایی. سب کن ببین. ببین بیا لباسای اینا رو بپوشیم جای فرماندهشون خودمون جا بزنیم. دم مرگت نته با او فکرات. خب بی عقل فکر کرده اونا فرماندهش رو نمیشناسن. چطور شانس دیگه. جای فرماندهشون اینا جدیدن. میان میبینن یا میمیریم یا قصر در میریم. وقت فکر نیست وقتی ده ای ور او ور. مالک نفهمین اینا مالک. نترس تو فقط حرف نزن. همین راه رو تمومش کنیم و این سربازا ما را نشناسن یعنی بردیم. استرس نداشته باشین. قیافت حبوس کن. حبوس یعنی چه؟ حبوس چی میگفتیم؟ خود دبرچو بگیر. دبرچو بگیر. بیا بریم. جندی؟ نعم سيدي. سعيد صالح. برافو. جندي. لیست التهیه فورا. برافو. بعد نگاه منه یادم میشه چشمات از کاسب درمونم عربیشو بپرسم. لازم مره اینجا. بعد شو حال مته. معلومت داری چه غلطی میکنی؟ درست صحبت کو معامل اینجا فرمانده ما. ای چیه؟ برار مگه تو پرچنه به چه کاغذ دست سربازا گرفتی؟ اللیست الخرید؟ لیست خرید بهش میدیم دیگه. الکم الجوز پی نه برار. این چرت و پرتا چیه نوشتی؟ چرت و پرت درست صحبت کن. همونجور که تو دیری عینک ریبن اساسی مدیری کمجوش خیلی حساس ما. اینا مواد اولیه کمجوشه. زور برفتون پیش آشپز هرچی بهش میگم بری زور الکم جوش از پخت هاریش نبره. چند اینا عربیاش ضعیف ما. چرا مزخرف میگی؟ اینا همینجوری به ما مشکوکن. الان تو محافظه داشتن در مورد صحبت کردن تو حرف میزدن. مشکوک بشن چیزی است که مهمه. ما هرچی میگم اینا میگن چشم. تا زمانی بهت میگن چشم که فکر کنم فرمانده شونی. الان همون معاونه به ما شک کرده. باید هر جور شده شکشون رو برطرف کنیم. چیکار کنم آقای عقل کل؟ ما فکرش کردم. ببین همین الان دو تا اسیر آوردن داخل. خب ما میرم اینا رو صدا میزنم. تو هم جلوی معاونه یکی میزنی زیر گوش یکی از این اسرا تا حساب کار دست عالی. فهمیدی؟ باتون بیار باتون بزن. هموطنامونه. خب برار به چه بزن زیر گوشی رو؟ حالا بعدا عذرخواهی میکنی. سری فلان بیا. برار من میشه چک بزنم باز عذرخواهی کنم. ببین چه کاره است. رو. یلا رو.
رو والله بالبنت اليد بيك في امان الله. شرمنده برار نوکرتون ببخشه به خودمون. اوه هم عد بعد بزنیم دو گوش فرمانده. شما اینجا چیکار میکنی؟ دیگه اینجور رفت که ما اینجا فرمانده رفتیم. اون میگم باید یه نقشه بکشیم اینجا بریم بیرون. فعلا باید صبر کنید. خیلی از بچه‌ها رو تو خط اسیر کردن. احتمالاً میارنشون اینجا. تا فردا صبر میکنیم. اگه آوردنشون همگی با هم دیگه میریم. ما حرفی ندارم ولی به نظرمون ما خود ما 4 نفره با هم همین جیپه میتونیم بشینیم بریم. تعداد زیاد میشه به هچل مفتیم. بازم هرچی فرمانده بگید. چیکار کنیم حاجی؟ به نظر ما به عنوان یک کارشناس جنگ میگم خود ما 4 نفره بریم. نمیخوام دخالت کنم ما هرچی آجوقه بگید بریم. دیگه گفتم بریم. ولی تا فردا صبر میکنیم. نقشه دارم. این که جلو اونا چک زدین تو گوش من کار کی بود؟ مالک. خیلی نقشه خوب بود. نه مو بزنیم. البته مالکم کمک کردن نقشش با آقای مالک بی. اگه میخوایم مدال بهش بده مدال بده. وجور نگاه نکن چیشی. ولی چیزی گفتم بچه‌ها صبر کنین. بس دیگه. فقط باید شما تا فردا کاری نکنین که بهتون شک کنن. خیالت راحت باشه؟ خیالت راحت. میخوام بگم یک کمی جوش درست کنین بیایم 4 نفر کمی جوش بخوریم. شک منه. چی وجور نگاه می‌کنی چی نمون واسه ما. مصطفی پاشو فکر میکن. پاشو ولک. چی؟ حاج رسول درست در اومد. یه اتوبوس اسیر آوردن ولک پاشو. سری باش. مالک چته؟ برار داشتم خود دخترمو میدیم نمیدونیم چی که رفت یک کرد عموم گفت ما دختر نمیتون. چرا چرت میگی پاشو دیگه. فکر کنم ویدیو رو فهمی عموم مالک. اینقدر چرت و پرت نگو پاشو لباستو بپوش ما میرم دنبال حاج رسول. سری باش. حال نمیشد امروز بستم اول برج ببینم این فرماندهاشو فیشوقیاشو چند است. مالک حبيبي 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 نور العين حبيبي 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 نور العين فتحوا الباب لازم اخذهم. نعم سيدي. يلا. حاج رسول همون چیزی که شما گفتین شد. یه مینیبوس اسیر آوردن. وقتشه بریم. فقط خوب گوش کن حواس رو جمع کن هر چی بتونی دیگه هم درست انجام بدین که سوتی ندی. خاطرتون جمع باشه. ببینم این دوسته دیگه مصطفی کو. يلا يلا ببینو او چی گذاشته تو ماشین؟ تلویزیون رنگاشو ایرانی کثافت. چرا تلویزیون رنگی سيدي نعم معنتم للكتاب للانتقال للأسراء. نعم انتظروا على التو المركز. مصطفی بدبخت شدیم. رفت با مرکز هم کنه سریع باید بریم. گوش کنید میخوام بهت تعریفی درجه بهتون به عربی چیش برم. چرا چرت و پرت میگی؟ بیا بریم عجل. باور کوی ریا مالگی نگویی جهودات منو میگم ما ایرانیه ما با این سربازا کار داره بابا. الو ليش ما تريدوا؟ الو ليش ما تريدوا؟ بار آخرت میشه به یک ایرانی توهین مینی. معلومه کجا رفتی تو؟ یک کار ناتمام داشتم بعد تو میکردم.